من اقرار می شوم که گناه های زیاد انجام دادم، ولی امروز اینجایم و من می خواهم به شما بعضی چیزها را بگویم و گناه های صادر کردم که شما حتی تصور کرده نمی توانید. من جوان پسر از شهر بوجدور هستم و من نیز مانند شما فرزند به حساب می روم، ولی اکنون من از گناه ها دست کشیدم. لیکن تا بکی دایه ها از حقیقت امروزه خپ و خاموش می شینند؟ تا بکی ما از این همه وسوسه ها در بی‌امنی قرار می گیریم؟ من در صنف خانه ششتم که آنجا دختر همه اعضاهای بدنش را آشکار نشان می داد. وقتی من به کوچه می برایم، من در هر کجا چیزهایی را می بینم که تنها بریزاگی شیطان می برد. گناه نمانده که من انجام نداده باشم. من نمی گویم کسی نیست که مرا به راه راست در آورده تواند و من داعیان را عیبدار نمی کنم. من عیبدار می کنم خودم را، تنها خودم را و تنها خودم را. حاضر من همه شما را در اینجا می بینم، ولی مرا چی می باید کرد؟ من چی کاری کرده می توانم؟ من به اینجا تماما تصادفاً آمدم. همکاری من به من گفت که امروز یک عالم سخنرانی می کند. کلمه های موافق را جابجا کرده گفتن برایم مشکل آمده ایستاده است. او به من یک چند سخنرانی های این عالم را در اینترنت نشان داد، ولی من قبلا او را در هیچ کجا ندیده بودم و این نه به آن خاطر که من اینترنت استفاده برده نمی توانم، بلکه به آن خاطر که در هر شبکه اجتماعی تنها فسق و فساد هست و خلاص. نیست چنین جایی که من آنجا آیت از قرآن را خوانده توانم. شما مرا چه خیل به راه راست در آوردن می خواهید وقتی که من در دنیا و در اطراف خود تنها فاسقان را می بینم و خلاص؟ اطراف پر از چیزهایی است که تنها به حرام می برند. چیزی نیست که ما را دعوت به انجام دادن عملهای صالح بکند. خود من تنها دیر از نماز خواندن را آغاز کردم و الکی 25 سال دارم. من چنان مانده شدم از همه اینها و نه تنها من در چنین وضعیتم. هزارها جوانان دیگر در مراکش هستند که در چنین وضعیت قرار دارند. شما عاید خطاگی های داعیان اسلام گپ میزنید. وقتی آنها خاموش بشینند و آدمان را به حق دعوت نکنند، پس در این حال عاقبت من چی می شود؟ من به آخرت چی می برم؟